تلفنش در گوشش بر پدری که لعنت این تلفن‌ها رو برآورد. خداوند الهی فقیر کند و سخت‌ترین حالت جزاش دهد. تمام زن تاجیک، دختر تاجیک خواهی جوان است و خواهیاش و شوهردار در گوشش تلفن با همون فاحشی بدبختی صحبت دارن. از خانه‌اش برآمد تلفن میگه او خیلی لعنتیش میگه سوارش میکنه پیش طرف داری کامونیستان یک این بوشرم بود احتیاط کرده میاد یک جای بجایی با او میخوردن. امروز دیگر نه شرم است و نه احتیاج است. گفتن استانبول سیل زیر کرده 2 متر 3 متر سیل خانه ها رو شسته. شب مولا عبدالرحیم قلندر است مهمان ما بود. او باید از این بدتر شود، زیرا وقتی که من در استانبول بودم میگه یک خانه یک شخص مهمان شدم و برای خاطری استراحت کردن میگه بیرون برآمدم به بحر، در لب بحر رفتم میگه در بین مردم مرد و زنی لچ عریان پیش میادم. آدم‌ها تو بشین باید دیگر علاقه جنسی دارن. باید او از این بدتر میشد استانبول، باید فرو میرفت. من به رفیقام گفتم که بیاید این دال این بحر همه فرو میبرد. خداوند از تا بنده از خود نگذرد خدا عذاب نمی کند. و ما كنا مهلك القرى الا و اهلها ظالمون. خدا میگه من اهل شهرها را هلاک میکنم که اونها از حد میگذرن. قرآن سخنش است. فاحشه ها ظاهر شدن که دوشنبه نگاه کن خدای قادر است ورزا به جمع میکنه یه باره سرش میدیه نه دوشنبه میمونده نه دیگر جا.